آره بخون. این آخرین بار واسه شما میخونم تا بعدش تمام. آخه خوشبختم، من از ایران هستم و مال گرگان هستم. با خیال ما که اون گرگان و آدمای برتونه. همه چترولتکا که ما بدرم میگن که شما چجوری فارسی بلدین. همه تاجیکستان قطعی ایران ما فارسی حرف میزنیم. مرا مردم میگن عاشقی نکه عشق دروغه دخترای زمانه. به خاطر ما دخترای خودگاه یه آهنگ قشنگ گم نیستن. برباد رفت در غم و حسرت جوانیم، به آرزو چیزو دیگر زندگانیم. سلام علیکم، یه بار دیگه مخلصای مهربانی ما. این چترولت که با ایوش وابشه فرق کلان میکنه. پیشروی ما را بخواین، دستگیری کنیم باردار عزیز، لایک را پس سر فراموش نکنین. میریم تماشا میکنیم، دمش میگیریم. رفته. سلام علیکم. سلام خوبی؟ تاجیکستان. مرسی. و علیکم سلام ایران. سلام. بخون سینگینگ. باشه، برای شما یک تا آهنگ تاجیکی بخونم یا که ایرانی بخونم؟ تاجیکی. نه ایرانی. نه تاجیکی. دوتا. باشه، من گب نیست، من یک تا تاجیکی میخونم یک تا ایرانی میخونم برای شما. تاجیکی نه که سرودی رقصی میباشه، رقصی. وای. لولا برآمد به چمن ای گلم، حرف نگفتی بم رو دی دلم. لولا برآمد به چمن ای گلم، حرف نگفتی بم رو دی دلم. گوشه قشلاق شما منزلم، مرهمی جان بیا کی افگارمه. سبزی نرنگ آمده مهمانمه، آتشک میزنه بر جانمه. معقول شد آهنگ تاجیکی؟ صدات قشنگه. گب نیست، سلامت باشین. شما هم قشنگین. مرسی. حالا ایرانی بخون. گب نیست، یک سرود ایرانی حاضر باشه. یک سرود ایرانی از کی بخونم برای شما؟ ایرانی کدام آهنگو دوست می‌دارین شما؟ از کدوم بلدی؟ من بلدم. هرچی بلد. من که یکی مینی چت بدرایم، مینی چت بدرم، بسیاری دخترها میگن که از شادمهر بخون، از شادمهر بخون. آره بخون. با کدام آهنگ شه در جانم زده قطعیمو به احساس بخون. بیا بخون. با این آخرین بار واسه شما میخونم تا بعدش تمام. میشه؟ بخون. باشه واسه شما. گفتی خیال تو راحت، هر جا که باشی میام سایه به سایت. منم بش کردم عادت، الان چند وقته که دوری. از پیشم رفتی بهم گفتی که مجبوری. مثل من کی میشه واسه در دیواری خونه. میریزه روی سرم بعدی تو دیوونه، اینا رو یادم میمونه. یکی میچینم ماجره خاطره هامونو میبینم. فاصله از ما چه دوره بی احساس. دیدی گفتم ده این رابطه بسته. میشه با هم بخونیم؟ آره بخون. بی احساس دیدی گفتم ده این رابطه بسته. لعنت به من مادر خداحافظ. یه لحظه عالی بودی.
یه لحظه درو ببند. درو ببند. بگو درو ببند. آهنگ چی خیلی بود؟ آهنگ با شما معقول شده؟ عالی بود. سلامت باشین. ما هم خوشحال شدیم از شناسایی با شما. خدا عالی هستی. انشالله همیشه مثبت باشی همینطوری. سلامت باشین. ایرانی ها هم خیلی دخترای خوب داشته هستن. خیلی دوستای نغز بودین. قربونت برم. انشالله سلامت باشی. بابا و مامانت را سلام بگو. خداحافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبه سازین؟ سلامتیاتون خوبه؟ خوبی؟ بله. خوبم. تو خوبی؟ کجایی هستی؟ من از تاجیکستان هستم. تاجیکستان. آخه خوشبختم. من از ایران هستم و مال گرگان هستم. سلامت باشین. یک سرود میخونم برای شما، گوش کنین، دمش بگیرین. میشوید؟ یک سرود برای شما. مرسی. خاله دختر داری قربانت شوم. خاله دختر داری قربانت شوم. دلکم میکشه بعد دختر دیار شوم. دلکم میکشه بعد دختر دیار شوم. عزیزم از لبت بوی گل آید، مرا از تو جداگی مشکل آید. مرا میگن جداگی کن جداگی گر کنم جانم براید. خاله دختر داری قربانت شوم. دلکم میکشه بعد دختر دیار شوم. خیلی گاب نیست. یک سوال از شما بپرسم. یک سوال از شما میپرسم. جان. همه شما گفته اوه یک لحظه بخشیش زیاد. گوشی چیزی نشد؟ ای گوشی ما دیگه نمیستا. بچی نمیستا. یک لحظه صبر کنید. این دیگه نمیستا. تازه بستن من. یک لحظه من این گوشیمو ساز کنم که شما ناراحت نشوید دیگه. یک لحظه. آنا ساز شد گوشی من. آنا ساز شد بچه ها میگه. یک لحظه. شما گفتین که ما از ایرانیم ولی مال گرگویم. این گرگو کیه دیگه؟ گرگان شهره. یه شهریه مثل تهران. شهره دیگه. yes. با خیالی ما که اون گرگان و آدمای برتونن. آدمای بدی تانن. نه اینا گرگ نیستن. آدمای بد نه، آدمای برتون. آها بغلمون. بله خیالی من که میگین اینا گرگان. نه خیالتون میگین که فکر میکنم که اینا گفتن که ما گرگان. بله خوشحالم از شناسایی. دارین کجا میرین؟ ما اومدیم بیرون دور بزنیم بریم خونمون. پراگولکا میکنه نه میگردین؟ آره میگردیم دیگه دور میزنیم. بهترین در می عین جوانی تون بگردین. چند سالته؟ من 17 سالمه. چند؟ 17. 17؟ بله بد نمیخوره ولی ما 18 سالمونه. نه شما هم استعداد قشنگی داری ناموسم. من گیتار داشتم. ادامه بده به نظرم کلا. گاب نیست. رحمت قشنگی هم داری. دمت گرم واقعا. اینت دارم. یکان روز تاجیکستان بیاین. تاجیکستان تو حساب میکنی من بیام؟ ما پول نداریم. مانی نداریم. چرا بستین یک سوال دیگر میپرسم از شما. چرا من کدام رو میپرسم که با تاجیکستان بیاین میگن که پول نداریم؟ چون پول ندارم. پول نداریم. ما ایرانی بدبختیم. شما پول داریم. ما پول نداریم. من درخواست میکنم از برادرها که برای شما 4 تا 5 تا بلیت بگیرن از حساب برادرها. شما
ماشین نمیدونیم. بس عملیات میاییم با هواپیما میتونیم که بیاین تو تاجیکستان. سلام علیکم. علیکم سلام تاجیکستان. و علیکم سلام ایران. خوب هستین؟ سلامتیاتون خوبه؟ عالی، شما خوبی؟ بله بله ما خوبیم. از شما بپرسیم. بپرس. میدونم که حالت او قدر خوب نیست. حال ما؟ بله برای شما یگان باید بخونم آهنگ. بخون راحت باش. باشه این آهنگ واسه شما گوش کنید، حال کنید، راحت کنید. باشه. یارکم وفا ندارم، چی کنم پروا ندارم. یارکم وفا ندارم، چی کنم پروا ندارم. یاره کی مدارمه کلا به کابل ندارم. ای سوزه کی مدارمه جگر بلبل ندارم. خد دوری نوده تارو باری، ای رگشت نکن شمشمی بارو باری. بیا آشتی کنیم لیلی و مجنو باری. دشمن سوزم علاوی چد دوباره، یارکم وفا ندارم. این الان تاجیکستانی بود؟ بله این سرودی تاجیکی بود. آها شما الان چطوری فارسی بلدی؟ همه چترولتکا کایما بدرم میگن که شما چجوری فارسی بلدین. همه تاجیکستان قطعی ایران ما فارسی حرف میزنیم. آها زبونتون شبیه ماه. بله بسیاری ها نمیدونن همه چیزا، اما باشیم معرفی میکنیم که ما تاجیکستانی ها زبان ما فارسی میباشد و مثل شما فارسی دری. آها فارسی دری میدونم. آره بله شما آره نوشتاری هم تقریبا شبیه مایی. نوشتن ده ما فارسی نمی نویسیم، ما تاجیکی می نویسیم. کلمه هاش از شما فارسیه کو، از ما تاجیکیه کلمه هامون. اما مگه دری نیستش؟ دری اونجوری میشه دیگه. دری نوشتنش مثل شما میشه. انگلیسی میشه فونتاش؟ نه فونتاش روسی میشه. آها درسته. روسیه درسته. روسی میشه فارسی دری. از شما حرفاتون عربی میشود. خیلی آره عربی میشه. عربی درسته. بله عربی میشه. اسم شما چیه؟ نامتون چیه؟ به من تاجیکی گپ زنم. نامتون چیه؟ من فکر کردم افغانی. نه من تاجیکستانی هستم. مثال من وقت چترولتکا میدرم بسیاری من وقت تاجیکی گپ میزنم نمیفهمن و من میخوام که هم چیزا معرفی کنم. میگم که سلام علیکم سازن خوبین تینجن، میگم نمیفهمن. بعد میگم که چجوری این خوبین، میگم بعد میفهمن. این هم شما را اگر بگم که نامتون چیه نمیفهمین. اونو میفهمیم دیگه. نفهمیدم. میگم که مثلا میپرسی که نامتون چیه ما اونو میفهمیم. ولی بسیارو نمیفهمن. من میدارم میگم نامتون چیه، میگه که چی میگی بعد چه ربطی داره نامت؟ خب نام همون اسم میشه دیگه. همون اسم میشه ها؟ آره بسیاری رو نمیفهمم. برای همون من خواستم که این خیلی گپ زنم بفهمین. الان شما خیلی داری خوب حرف میزنی فارسی ها راحت. مثلا میشه فهمید. من برای همون ادبی گپ میزنم فارسی، کم کم ایرانی گپ میزنم که شما بفهمین. آره من راحت روون دارم میفهمم. خیلی دختری با سواد بوده ای. آره خیلی ممنون. مرسی بابت آهنگ زیبات عزیزم. موفق باشین. سلامت باشین. خدا نگهبان. خدافظ. سلام علیکم. سلام. خوبی؟ خوبم. بله. مامان
یگان آهنگ رو دوست داری؟ از کجایی هستی؟ تاجیکستان. تاجیکستان؟ بله تاجیکستان. تاجیکستان؟ کشور تاجیکستان؟ بله بله. خیلی هم خوب. که بخوان. چی بخونم واسه؟ چی بخونی؟ بله بله باشه. ولی روی ادرانس نکنین بیا من ببینم تو رو. ببینی منو؟ بله. آهنگ تو بخوان. مرا مردمو میگن عاشقی نکن عشق دروغن دخترای زمانه قدری عشق نمیدونن قدری عشق نمیدونن دخترای زمانه قدری عشق نمیدونن قدری عشق نمیدونن. عالی عالی عالی. قشنگ بود. سلامت باشین. عالی بود. تو الان کجایی؟ در تاجیکستان هستی؟ بله من از تاجیکستانم و در تاجیکستانم. ها اوکی از تاجیکستانه و در تاجیکستانه. بله. خیلی هم خوب. سلامت. کلاس میری؟ برای همین خوانندگی؟ نه من خودم یاد گرفتم. من استاد دارم. استادم پدرم میباشد و من یاد داد. اوکی یعنی پدرت استاده؟ بله پدرم استادم هست. پدرم هم خواننده میباشد. خیلی هم خوب. عالی. سنگ بود. نایس. سلامت باشین. تاجیکستانی ها فارسی حرف میزنن؟ بله تاجیکستانی ها فارسی حرف میزنن. تاجیکستان ایران ما همزبان میباشیم فقط لهجه‌مون کمتر دیگر میباشد. لهجه‌تون یکم شبیه مثلا افغانستانی ها هست. بله لهجه‌مون کمتر دیگر است. من بسیار در مینی چت می‌دارم آدم ها رو میبینم و تاجیکی گپ میزنم نمیفهمم بسیارشون. بعد مجبور میشم که بگم چطورین خوبین حالتون خوبه. بعد ایرانی گپ میزنم. شما روزادار هستین؟ نه روزخور هستین؟ روزخور هستیم. چرا؟ به خاطر چیز مریضی. اینجوری بگم بهتره. فهمیدم. بله بهترین. رمضان یک بار دیگر مبارک باشد. شب خوشی داشته باشین. خداوند نگهبانتون. خدا نگهدار. خدا. دختره خوابگاه. سلام. دختره خوابگاه یه آهنگ قشنگ. ای سر بگیم. به خاطر چی؟ به خاطر ما دخترای خوابگاه یه آهنگ قشنگ. گم نیستن. گوش کنید حال کنید. برباد رفت در غم و حسرت جوانیم به آرزو چی سو دیگر زندگانیم. یه برباد رفت در غم و حسرت جوانیم به آرزو چی سو دیگر زندگانیم به آرزو چی سو دیگر زندگانیم. دمت گرم. سلامت باشین. این سرودی من عدداشتون معقول شد؟ ها؟ داداش چی میگه؟ همه واسه منه.